رونمایی از دستگاه‌های آشکارساز کامیونی و چمدانی در گمرکات خراسان رضوی، چابهار، میرجاوه و سامانه جدید گمرک. سامانه‌ای که در راستای طرح تحول در گمرک طراحی و راه‌اندازی شده است. هر آنچه که در سامانه فعلی داریم با ملاحظات در واقع دقیق‌تر و رعایت تمام قوانین و مقررات و ویژگی اصلیش که اتصال به سامانه جامعه تجارت هست، این رو خواهیم داشت و استقرارش رو در گمرکات آغاز می‌کنیم. سامانه‌ای که تفاوت‌های زیادی با سامانه قبلی گمرک دارد. مهمترین ویژگی که داره اینه که بازرگان در یک درگاه واحد در واقع نسبت به ورود اطلاعات اقدام میکنه. سامانه جدید گمرکی از اول فروردین سال 1403 با اولویت مرزها و گمرکات غرب کشور فعالیت خودش رو آغاز میکنه. این سامانه در 2 مرحله است و مرحله بعدی آن به زودی راه اندازی میشود. تا پایان بهار سال آینده این فاز رو به پایان برسانند و ما استقرار کامل سامانه جدید گمرکی کشور رو داشته باشیم. انشالله بتوانیم برای تابستان وارد فاز 2 مجموعه دیگری از در واقع خدماتی که اون هم باید ملحق بشه به سامانه جدید گمرکی کشور بشویم. اما در مراسم رونمایی این دستگاه‌ها و سامانه، رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا از تکالیف جدید گمرک سخن گفت. تقریباً با قوانینی که اصلاح شد 4 تا موضوع تو دستور کار گمرک قرار گرفته، از جمله اعلام جرم کردن گمرک، مورد بعدیش پیگیری براءت، بررسی اسناد استعلام و ارزش‌گذاری کالاهای قاچاق. معاون اقتصادی وزارت امور خارجه هم از درخواست‌هایش برای شتاب گرفتن تردد کالاها در گمرکات نکاتی بیان کرد. یکی از نکات ما وصل الکترونیکی ما با گمرک چین بوده که اینم انشالله تا آخر امسال سال آینده که می‌دونید که از بازارهای بسیار قوی ما، بزرگ ما بازار چین شده با کالاهایی که ما مجوز ازشون گرفتیم. همکاری خوب سازمان توسعه تجارت با گمرک محور سخنان آقای ضیغمی بود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی هم این وعده را داد که با تمام توان به گمرک برای اجرای اهدافش درباره جلوگیری از قاچاق کالا کمک می‌کند.